الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، امروزها زیاد از مردم از ما سوال میکنند که چرا این علماهای تاجیکستان این همه سال زیاد میگویند که الله لامکان است، به این معنا که الله در همه جا است، الله در درون قلب انسان است، خانه الله قلب انسان است. اما شما طالب علم های نو برآمده میگویید که الله در بالای عرش است، الله در بالای آسمان است، الله در بالا است. این اختلاف ها کی پیدا شده و چرا؟ این سوال هست که قریب همه روزه به ما می آید. و بله، انسان ها به خودشان حجت از قول علمای تاجیک هم دارند، به ما سخنهای اونها را هم ارسال میکنند. پس میگوییم پیش از این که ما قول این علماهای اهل بدعت را، گمراه گشته را به شما بگذاریم و به اون جواب بدهیم، باید بدانید که دین ما گرفته می شود از قرآن و سنت با فهم سلف این امت. سلف این امت صحابگان، تابعین، تبع التابعین، قرون المفضله، 3 عصر اول. خود الله سبحانه و تعالی در سوره نساء به ما خبر داد، آیه 59: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر شما به الله و به روز قیامت ایمان داشته باشید، در هر حالت نزاع و کشمکش و نافهمی این نزاع را به الله و رسول بازگردانید، به قرآن و سنت بازگردانید. اگر ایمان داشته باشید به الله و روز قیامت، انمین برای شما خیر است، این برای شما خوب است و بهترین تعویل است و تفسیر است و بهترین حل کردن مسئله ها انمین با قرآن و سنت است. این امر الله است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم بیان کردند، خیلی که در حدیث صحیح آمده است که میگویند انا ترکت فیکم امرین، من به شما 2 چیز را گذاشتم، این تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی، اگر به همون 2 چیز چنگ زدید گمراه نمیشید. چی است؟ القرآن و سنت. در روایت دیگر آمده است تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، چنگ بزنید به سنت من و به سنت خلفای راشدین من. یعنی شما دین را از قرآن و سنت و از صحابگان این امت، از سلف این امت، صحابگان و تابعین و تبع تابعینی که تابعین تبع تابعینی که در منهج صحیح بودن بگیرید. بارک الله فیکم. خود الله امر کرده است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به حبل الله چنگ زنید. حبل الله چیست؟ حبل الله دین است، قرآن و سنت است، لا اله الا الله است، اسلام است و ایمان است. پس ای مردم، دین ما این ملاهای تاجیکستان نیستند، ملاهای ازبکستان هم نیستند، دیگر عالم ها هم نیستند. دین ما این قرآن و سنت با فهم صحابگان، با فهم تابعین و تبع تابعین
که عصر 100 200 300 یعنی عصر اول، عصر دوم، عصر سوم میشد. سال 100 سال اول، 100 سال دوم، 100 سال سوم. این رو میگن عصر 1 2 3 قرون المفضله. دین رو از همین ها میگیریم. هر عالمی که موافق قرآن و سنت و سلف امت صحبت کرد، صحبت او قبول است، سخن او قبول است، در این عصر زمان یا گذشته فرقی ندارد. و هر عالمی که بعد از قرون المفضله از عصر طلایی دیگر عالمی بیاید که سخنش مخالفی قرآن و سنت و فهم سلف این امت باشد، سخن او قبول نیست. بارک الله فیکم. پس از این سخن ما، از این مقدمه شما فهمیدید که ما دین را از قرآن و سنت و سلف میگیریم. چرا این اختلاف ها به وجود آمد؟ چرا در مسئله عرش، یا که بگیم در مسئله در بالای عرش بودن الله، در بالای آسمان ها بودن الله، در بالا بودن الله انسان ها اختلاف کردند؟ برای آن که بعضی از انسان ها به قرآن و سنت اکتفا نکردند، به سخنهای صحابه و تابعین و تبع تابعین سلف این امت قرون مفضله اکتفا نکردند، بلکه عقل خود را پیش از قرآن و سنت دانستند، عقل را قبل نقل دانستند. بمانند اشعری ها و ماتریدی ها که عقل را پیش از قرآن و سنت می دانند و با عقل خود تعویل و تحریف کردند و مخالف قرآن و سنت و منهج سلف این امت سخن کردند و عقیده ساختند و دین نوی را به خودشان ترتیب و سبحان الله ساختند. پس در مسئله در بالای عرش بودن الله یا نبودنش 3 مذهب وجود دارد. یک مذهبی هست که میگویند مذهب افراطی ها، مذهب غلو کرده ها، مذهب مجسمه ها، مذهب ممثل ها، مشبهه ها، اینها کسانی هستند که میگویند الله در بالای عرش است و در بالای عرش اعوذ بالله دستش این طور است، پایش این طور است، خودش این طور است. گویان الله را در کیفیتش سخن میکنند و دست الله را تشبیه به دست مخلوقین و شکل الله را تشبیه، بگویم پای الله را تشبیه به مخلوقین و گویا نشست الله را هم بیان میکنند و تشبیه میکنند به مخلوقین و به الله جسم را قائلند، که البته این مذهبی گفته شده مذهبی باطل است و این مذهب را سلف این امت انکار نموده اند و امروز اهل سنت و الجماعت هم انکار میکنند و این مذهب مذهبی باطل است و علما این مذهب را مذهب کفری اعلان کرده و میگویند لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز مانند الله نیست. کسی را و چیزی را از مخلوقات به الله تشبیه دادن این کفر است و الله را به کسی تشبیه دادن این کفر است. الله به یگان چیز از مخلوقاتش مانندی، شباهت، نظیر، مثیل ندارد و یگان از این مخلوقاتش به الله مانند و هم نظیر و مثیل، یعنی مانند و بگویم متشابه، تشبیهیت ندارد. پس این مذهبی افراط کرده ها است. و مذهب دوم در مسئله فوقیت ذات الله سبحانه و تعالی، مذهبی مخالف بر مذهب اول، مخالف بر مذهب مشبهه ها، این مذهب معطله ها هست. یک فرقه آمدند در مقابل این مذهبی که مجسمه است، در مقابل این مذهب ایستادند و این مذهب را انکار کردند و در انکار کردن غلو کردند و گفتند که ما الله را از جسم پاک میکنیم و به همین قاعده عقل را استفاده بردند و به قرآن و سنت بسندگی نکردند و بالاخره تمام صفتهای الله سبحانه و تعالی را که الله به خودش در قرآن بیان کرده است و رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کردند انکار کردند و الله سبحانه و تعالی را یک چیزی نبوده
نابود شده، یک چیزی که وجود ندارد بیان کردند. گفتند الله سبحان الله می بیند نه به چشم، الله دست ندارد، پا ندارد، الله حد ندارد، الله نازل نمی شود، نمی خندد، غضب نمی کند. و بالاخره گفتند که الله لامکان است، به این معنا که الله در بالای عرش نیست، الله در همه جا است، الله در درون زمین یا در همه جا وجود دارد. و بعضیشان گمراه شدند و به درجه کفر غوطیدند که گفتند الله در درون انسان ها است و در درون مخلوقاتش است، بمانند ابن عربی، بمانند مولوی جلال الدین رومی و در بعضی از قولها میگیم ابو حامد الغزالی که به مذهب حلول رفته بود و در آخر ابو حامد الغزالی توبه کرده و به مذهب اهل سنت بازگشته رحمه الله، در عقیده صحیح وفات کرده است. اما در اول به عقیده حلول، اتحاد، وحدت الوجود اعتقاد داشت. اینها چی میگویند؟ میگن که الله لامکان است، یعنی الله در بالای عرش نیست، و بعد از این میگویند که الله در همه جا است، و بعد از این میگویند که الله خانه اش دل انسان است. پس رنجانیدن دل انسان این رنجانیدن الله است و از همه گناهی بزرگ این رنجانیدن دل انسان است، برای که دل انسان این خانه الله است. و همچنین قاعده ها را برآوردند و انسان پرستی را به وجود آوردند. قبر را می پرستد و میگوید الله است، و چرا که در درون قبر اولیاء است و در دل اولیاء الله است و غیره و غیره. و این مذهب را مذهب کفری و مذهب شرکی و مذهب الحادی، حلولی، اتحادی اعلان کردند. علمای اهل سنت و جماعت انکار کردند و این مذهب را مذهب گفتند وحدت الوجود است و این مذهب شرکی هست که همه چیز را اله میگوید. این مذهب دوم بود که الله را لامکان میگویند، در همه جا میگویند، و الله را در بالا بودنش را، فوقیت الله را، بذاتش از در بالای عرش بودنش را انکار میکنند. و مذهب سوم مذهب اهل سنت و جماعت است که عقیده دارند که میگویند الله در بالای عرش است. چگونه در بالای عرش است نمیدانیم، چگونگیش را نمیدانیم، چرا که الله میگوید لیس کمثله شیء، هیچ چیز مانند الله نیست. پس ما چگونگی در بالای عرش بودنی الله را بیان کرده نمیتوانیم، چرا که این از غیب است و به ما الله و رسولش خبر نداده است که الله چگونه در بالای عرش است. الله بالا در بالای عرش است، اما به علمش و به قدرتش ما را همیشه میبیند و میشنود. الله با همراهی ما است به علمش و به قدرتش، اما خودش به ذاتش در بالای عرش است. الله در همه جا به ذاتش گفتن را اهل سنت کفر میدانند و این گوینده این سخن را حتی علمای سلف تکفیر کردند. چخیلی که ابن خزیمه در کتاب توحید و چخیلی که در کتاب عرش ابن ابی شیبه و غیره از علمای سلف ذکر کردند. پس بیایید حالا سخنیه که از بگویم داعیه های مذهب ماتریدی در فقه حنفی و یکی از کسانی که مردم را دعوت به سوی گمراهی در مسئله الله شناسی میکند گوش بکنیم که این حاجی مرزا است که چی میگوید. خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد، بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحبی این مسئله راهنما، ای صاحبی این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خود جان نگاه کن که در کجاست جان. تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردن در دل بنده مؤمن است.
در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتند؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار میدهد همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. السلام علیکم. الله المستعان. الله المستعان. پس سخنی حاجی مرزا را گوش کردید. یک چند سخنهای اعوذ بالله غلط و کفری در اینجا ذکر کرده است. آخرش همین است که میگوید الله در کجاست؟ خانه الله در کجاست؟ خانه الله در دل همه من شما است. میگید اعوذ بالله. خود شما میگید که الله خانه ندارد. خود شما میگید که الله را در بالای عرش نمیگوییم به خاطر اینکه الله خانه ندارد، یک مکان معین ندارد، و آوردید الله را گفتید در دلی هر یک انسان خانه الله است. و حدیث موضوع و متروک و ضعیف را در این باره ذکر کردید. والعیاذ بالله. اولا این حدیثی که حاجی مرزا ذکر میکنند، این حدیثی موضوع است و مسئله که در باب دل آمده است این دیگر چیز است. حدیثی که در این باب آمده است این دیگر حدیث است که یعنی نرنجانید انسانها را نرنجانید. اما از این حدیثایی که این موضوع ذکر کرد که گویا که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته باشند که الله در قلب است، خانه الله در قلب است، این معنا را یگان نفر از سلف نگفتند و این سخنش ضعیف است و موضوع است. و این عادت اهل بدعت است که همیشه سخن ضعیف را میگیرند، حدیث ضعیف و موضوع را میگیرند و آیات قرآن و احادیث صحیحی که در متفق علیه است و اجماع علما را ذکر نمیکنند. حاجی مرزا به این که میگوید الله لامکان است، آیا آیت آورد؟ آیا حدیث آورد؟ آیا سخن سلف این امت را آورد؟ نه. سخن کدام شاعر را آورد که اصلا کی بودنش در نزد این امت معلوم نیست. شعر حجت نمی شود ای گمراهان. حجت ما قرآن و سنت است و همین قرآن و سنت هم به فهم صحابگان و تابعین و تبع التابعین قرن اول دوم سوم فهمیده می شود، نه به همه انسان ها. تا بکی شما مردم را گمراه میکنید، تا بکی مردم را به ضلالت میبرید و باز به اهل سنت و جماعت سخنهای باطل را نسبت میدید و میگوید که همین است عقیده اهل سنت و جماعت. وای بر حال شما که دروغ میگویید. عقیده اهل سنت و جماعت در این مسئله تماما دیگر است که میگوید الله در بالای عرش است و در این مسئله صدها آیت و احادیث و 11 اجماع سلف این امت وجود دارد و روایت های صدها روایت از صحابه وجود دارد. پس حجت این اهل کلام چیست؟ اینها کلامی هستند، اینها فلسف هستند. همین حاجی مرزا هم در طریق ماتریدی با کلام حجت می آورد. یک چند سخنهای حاجی مرزا را و این پیروانش از دیگر صوفی ها را به من پرتافتند، ارسال نمودند که میگویند حجت اینها چی است؟ میگوید که از درون شیر روغن را به من جدا بکن. انسان به شیر می‌نگرد، میگوید که من از درون شیر روغن شیر را جدا کردن نمیتوانم، چرا که آمیخته است، در همه جایی شیر روغن است. اینها میگن که پس الله هم همچنین در همه جا هست. یعنی اگر الله را چخیلی که شما حجت می آرید در کجا بودنش را به شیر قیاس کنیم، روغن در همه جای شیر است، پس الله هم مگر در همه جای مخلوقات است؟ یعنی الله و مخلوقات همه یک چیز است. عیناً سخنی ابن عربی، عیناً سخنی وحدت الوجود کفری، عیناً سخنی مولوی رومی همین است که میگویند الله و مخلوق هر دویش یک چیز است، هر دویش به هم دیگر آمیخته شده جدا کرده نمیشد. اعوذ بالله من ذلك. این حجتشان حجت قرآن نیست، حجت سنت نیست، حجت سلف این امت نیست، حجت مذهب ابو حنیفه هم نیست. این حجت کلامی ها، فلاسف ها، شاگردان ارسطو، افلاطون است که با همین نمود حجت های عقلی الله را به مخلوق آمیخته کرده و همه چیز را الله میگند. شیر در روغن آمیخته است، الله هم به مخلوقاتش آمیخته است. این عقیده وحدت الوجود است. حالا باشد در این سخن حاضر گذاشتمان میگوید
چی خیلی که جان در تنت بوده رو، جانی در تنت بوده رو تو جدا کرده نمیتوانی، در گوجهش بودن گفته نمیتوانی، این چنین الله را ما نمیتوانیم که در گوجه است. جان انسان در گوجه بدنش است، در همه جاش است، از سرش تا پایش جانش وجود دارد. پس الله هم در همه جا است. جان انسان در بدنش آمیخته است، این چنین الله هم در همه جا آمیخته است. خیلی که جان را جدا کرده نمی شود، الله را هم از مخلوقاتش جدا کرده نمی شود. این مستلزمات سخن این گمراه است. و این عقیده حلولی، اتحادی، وحدت الوجود صوفی های غلات، ماتریدی ها و نقشبندی های غلات و اشاعره غلات است که ما در حلقه های اشعری و ماتریدی شناسی، در حلقه های صوفی شناسی بیان کردیم. عقیده ابن عربی، عقیده ابو حامد الغزالی که در آخر توبه کرده است، و عقیده یکی از قولهای سیوطی و یکی از سخنهای معروف مولوی جلال الدین رومی و نقشبندی های سمرقندی، برهان الدین سمرقندی و غیر از علمایی که الله را لامکان می گفتند و همین حجت های کلامی را آورده می گفتند که الله در درون مخلوقاتش است. و بیان کردیم که این سخن کفری و علمای اهل سنت و جماعت از سلف تا امروز به این سخن رد زدند. پس بیایید به قرآن و سنت و به سلف این امت نظر بکنیم که در مسئله عرش الله سبحانه و تعالی چی گفتند. البته اولا آیت را به شما صریح بیان میکنیم، آشکار و زیادتر بیان میکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر میکند که الله در بالای عرش استوا است. الرحمن علی العرش استوا. الله در بالای عرش استوا است. معنای استوا را ابن عباس و سلف این امت همه میگفتند که علا و ارتفع و صعد و استقر، یعنی الله در بالای عرش بالای بالا است. الله در بالای عرش بالا است، یعنی استوا به معنای بالا بودن است. بیچونی چرا، بی کیفیت چخیل است الله خودش میداند، لیکن الله در بالای عرش است. و در همین مسئله آشکار و واضح الله سبحانه و تعالی در 6 و 7 آیت بیان کرده است که الرحمن علی العرش استوى. نظر بکنید به سوره اعراف آیت 54، به سوره یونس آیت 3، به سوره رعد آیت 2، به سوره فرقان آیت 59، به سوره سجده آیت 4، به سوره حدید آیت 4 و به سوره طه آیت 5. این همه آیت هایی که ما به شما بیان کردیم گفته ایستاده است که الرحمن علی العرش استوى. الله در بالای عرش بالای بالا است. و این 7 آیت یک نمود گپ زده، 7 آیت یک خل بیان کرده، 7 آیت گشته و برگشته 7 بار گفته است که الله در بالای عرش استوا است. و معنای استوا را سلف این امت از ابن عباس، از مجاهد مولای شاگرد ابن عباس، ابن عمر و غیر از علمای سلف، دیگر از تابعین و تبع التابعین گفتند که الله در بالای عرش بالای بالا است. و معنای استوا این بارک الله فیکم یعنی علا و ارتفع است. بیایید دیگر آیات هایی که علما حجت می آورند ما به شما ذکر کنیم. اولا الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 54 میگه، خیلی که ما به شما بیان کردیم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. همانا که رب شما الله آن ذات است که آسمان ها را و زمین را در مدت 6 روز خلق کرد و بعد از این ثم پس استوى علی العرش، به بالای عرش استوا شد، بالا شد، علا و ارتفع. و این چنین در سوره هود آیه 7 میگه هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء. یعنی همین آیه به همین معناش میاد. در آیه دیگر آیه سومی که حجت میاره میگه الرحمن علی العرش استوى، سوره طه آیه 5 الله در بالای عرش بالای بالا است. در سوره فرقان آیه 59 میگوید الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن. يعني باز همون معنی رو میتد که الله در بالای عرش است. ثم استوى إلى السماء، الله استوا شد بعد از زمین و آسمان را خلق کردن به بالای آسمان ها، یعنی از همه چیز بالا کی است؟ الله هست. الیه یصعد الکلم الطیب، سوره فاطر آیه 10، به سوی الله کلمه طیب بالا میشد. انی متوفیک و رافعک الیه،
یعنی من به سوی خودم تو را برداشتم. و در آیت نحل 5 الله میگه یخافون ربهم من فوقهم، مؤمنان کسانی هستند که از ربشون که در بالاشون است میترسند. الله یعنی در کجا است؟ در بالا است. الله میگه در سوره ملک آیت 16 و 17 امنتم من فی السماء، آیا خودتون را امین حساب کردید از آن ذاتی که در بالای آسمان ها است؟ امنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء، در آیت 17 میگه الله خودش را گفته است در بالای آسمان است. تعرج الملائکه والروح الیه، ملائکه ها و روح یعنی جبرئیل به سوی الله بالا می شوند. سوره معارج آیت 3 و 4، در سوره غافر آیت 36 و 37 آمده است و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسی. فرعون امر میکند به وزیرش هامان که ای وزیر به من بنا کن یک صرح را که یک قلعه بلند را که من یک خبر گیرم از الهی، از معبودی موسی، مطلع شوم که آیا در حقیقت الهی موسی در بالا است، زیرا که من گمان میکنم که این سخن موسی دروغ است میگد. سبحان الله، یعنی فرعون حضرت موسی را دروغگو میکند. چرا که حضرت موسی وقتی که فرعون را دعوت کردند به فرعون خبر دادند که الهی من، معبودی من، رب من در آسمان است. از همین جهت فرعون موسی را دروغگو میکند علیه السلام. فرعون لعین موسی علیه السلام را دروغگو میکند و میگوید که اینی لاظنه کذبا، من گمان میکنم که موسی دروغگو است، اله موسی در آسمان نیست. و البته این مذهب فرعون است که انکار علوی ذات الله سبحانه و تعالی. پس بیایید این آیات ها را معنیش را از تفسیر طبری و ابن کثیر و دیگر از علما نظر بکنیم. ثم استوى على العرش. ابن جریر طبری رحمه الله میگویند که ثم استوى على العرش معناش یعنی علی، یعنی بالا شد بر بالای عرش. نظر بکنید در تفسیر طبری ابن جریر طبری سوره الرعد، در زیر همین آیت در سوره رعد. و اما آیت دوم را الرحمن علی العرش استوى را ابن جریر طبری میگن که ای ارتفع و علا، یعنی به بالای عرشش بالا شد. در سوره الرحمن، در سوره الرحمن این رو میگه، در سوره الرحمن. امام بخاری در صحیحشون از مجاهد روایت میکنند. امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح بخاری از مجاهد شاگرد ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که قال استوى، معنای استوا در این 6-7 آیات های اومده علا، استوا به معنای علا هست. علا علی العرش یعنی بالا شد بر بالای عرش. یعنی چگونه تفسیر کردند مجاهد؟ استوای رب را گفتند که الله در بالای عرش است، علو است، از عرش هم بالا است. نظر بکنید به کتاب صحیح بخاری در کتاب توحید بابی و کان عرشه علی الماء. امام بخاری در اونجا در کتاب صحیح بخاری در درون کتاب صحیح بخاری کتاب ها بابای که است کتاب توحید بابی و کان عرشه علی الماء. این مجاهد سلف این امت بود، شاگرد صحابه بود، تابعین، کبار تابعین بود. معنای استوا را همچنین میگوید. لیکن امروز اشعری ها و ماتریدی های گمراه آمدن استوا را گفتن معناش استولا است. استولا یعنی غلبه کردن یک چیزی را که در اصل از آن الله نبود و سخنهای کفری گفتن است که این همه باطل است. بلکه ما قرآن و سنت را با مذهب سلف این امت میگیریم. لالکای علمای عصر 4 تخریج میکند از بشر بن عمرو که انه قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى على العرش استوى ای ارتفع. میگد که من بسیاری شنیدم از یک چند نفر از مفسرین سلف که میگفتند معنای آیت که الرحمن علی العرش استوى است معنایش یعنی الله در بالای عرش استوا یعنی ارتفاع است، یعنی بالا شده است. میگن اسنادش صحیح است. بشر ابن عمرو این ثقه است، میگن جلیل است و امام بخاری و مسلم از این انسان روایت کرده است و کتب سته از این انسان روایت کرده است و این انسان در بصره سال 207 هجری وفات کرده است. این ببینید تفسیر سلف این امت، یعنی قرآن را ببینید ما چه خیلی میگیریم. قرآن را به تفسیر سلف میگیریم، از پیش خودمون نمیگیریم، از تفسیر گمراهان نمیگیریم. آیت دوم را که الله سبحانه و تعالی میگه امنتم من فی السماء،
ای یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. یا در آیت دیگر ام امینتم من فی السماء یرسل علیکم حاسبا در سوره ملک 16 امام طبری ابن جریر الطبری در تفسیر طبری میگن که و هو الله، یعنی امینتم من فی السماء، آیا خودتون را امین هستید که از اون چیزی که از اون ذاتی که در بالا است. من در همین جا کی است؟ الله است، یعنی الله در بالای آسمان ها است. این سخن را ابن جریر طبری گفته شدند و بیهقی در کتاب اعتقاد میگوید که امینتم من فی السماء و اراد من فوق السماء. من فوق السماء یعنی در این آیت مراد این آیت همین است که اون ذاتی که در بالای آسمان ها است. و دیگر آیات ها را میبرند که بمانند این که ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، یا که آیت دیگر فسیحوا فی الارض. فی الارض ای یعنی در بالای ارض. امینتم من فی السماء یعنی در درون زمین و آسمان نه، در درون آسمان نه، بلکه در بالای آسمان. این سخن را ابن جریر طبری و بیهقی گفتند که این آیت دلالت میکرد که الله در بالای آسمان است و در بالای عرش است. پس ببینید که چگونه معنای آیت ها را ما باید بفهمیم. آیت سوم میگوید که الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. به سوی الله کلمه های خوب و طیب توحید بالا میشود و عمل صالح هم به سوی او برداشته میشود. ابن جریر الطبری در زیر این آیت میگن که الیه یصعد الکلم الطیب الی الله یصعد ذکر العبد ایاه و ثناء علیه، یعنی به سوی الله ذکری بنده برداشته میشود. معنای سخن این است که الله در بالا هست، الله در بالای عرش است، الله از همه چیز بالا هست، الله در درون چیزی نیست، الله را هیچ چیز احاطه نکرده است، الله در بالای بالا است، الله در بالای عرش است و الله بزرگ است، از عرش دیده بسیار بزرگ است و کیفیت الله را هیچ کسی نمیداند و الله ذاتی است که عرش الله را محیط نکرده است. الله در درون آسمان یا در درون زمین نیست، الله به ذاتش از همه چیز بزرگ و در بالا است. الله این زمین و آسمان ها را به یک دستش میگیرد و زیر میکند، مخجم میکند، برای آنکه این همه در نزد الله مثل یک چیزی کوچک است. از همه بزرگترین مخلوقات الله این عرش است که عرش را الله در قرآن عظیم مجید کریم گفته است. لیکن الله از عرش هم بزرگ است و الله در بالای عرش است. پس ببینید که ابن جریر طبری چی میگن. آیت چهارمی که الله میگوید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه والعروج هو الصعود. عروج معنای یعرج الیه یعنی عروج این صعود است، بالا شدن است. آیت پنجم تعرج الملائکه والروح الیه. ابن جریر طبری میگن که یعنی بارک الله فیکم تسعد الملائکه والروح، ملائکه ها و روح یعنی جبرئیل علیه السلام به سوی الله بالا می شوند، یعنی الی الله عز وجل. ابن جریر طبری میگن الی عید علی اسم الله. پس ببینید که ابن جریر طبری میگن که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است. پس الله سبحانه و تعالی در آیات‌های زیادی دیگر بیان کرده است که الله در بالای عرش است و در تفسیر ابن کثیر هم همین روایت ها آمده است و ابن کثیر هم الله را در بالای عرش گفته و کلام سلف این امت را ذکر کرده و این آیات ها را استوا را معناش را چی گفته اند؟ یعنی در بالای عرش علا و ارتفع و سعد و الله را فوقیت و ذاتش را اثبات کردند. مقصد ما این است که الله سبحانه و تعالی از همه چیز بالا است و در این مسئله فقط آیت من به شما یعنی به گفتن آیت اکتفا نمی کنم، بلکه حدیث های زیادی آمده است. امام مسلم از حدیث معایة بن الحکم السلمی در قصه یعنی زدن غلامش، زدن جاریهش نقل میکنند. امام مسلم نقل میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم جاریه را پرسیدند که این الله؟ جاریه گفت فی السماء. قالت فی السماء. پیامبر گفتند که ای جاریه، ای
غلامه ای کنیزه الله در کجا است؟ کنیزه گفت که الله در آسمان است، یعنی در درون آسمان نه. اعوذ بالله، چه خیلی که گمراه ها فکر میکنن الله در بالای آسمان ها، در بالای از همه چیز بالا است. در بالای آسمان معناش این است که از همه چیز بالا، یعنی در بالای عرش از همه بالا است. پیامبر سوالش کردن که من کی هستم؟ کنیزه گفت تو رسول الله هستی صلی الله علیه و سلم. گفت اعتقها فانها مؤمنه، اینا آزادش بکن که مؤمنه شد. روایت امام مسلم است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار اقرار کرده ایستادن که الله در بالای آسمان است. به شما سوال است ای اهل بدعت، یا بگویید که حدیث امام مسلم ضعیف است، گمراه بودن خودتون اقرار کنید، اقرار نکردنتون صحیح بخاری مسلم به همه خبر بدید، یا که بگویید که پیامبر صلی الله علیه و سلم اقرارشون ما قبول نمیکنیم. در همه حالت شما باز گمراهیتون معلوم میشود. یا که توبه بکنید و به سوی الله بازگردید، به سوی الله بازگردید، دین مردم را به مردم خطا نرسانید، مردم را در دینشون گمراه نکنید. امام بخاری و مسلم از حدیث ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنند که همان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الملائکه یتعاقبون فیکم، ملائکه باللیل و ملائکه بالنهار یجتمعون فی صلاه الفجر. یعنی حدیث دور و دراز است و در آخرش میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم این ملائکه هایی که شما نظارت میکنند، شما مراقبت میکنند، بعد از این ثم یعرجوا الیه، به سوی الله میبرایند، باز میگردند و به الله خبر میدهند حالتهای بنده را. این ملائکه هایی که شما را مراقبت میکنند به کجا میبرند؟ به آسمان میبرند، به نزد الله میبرند. الله در بالای عرش است. چه خیلی که روایت امام مسلم و بخاری است. امام ابو داود و ترمذی از حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص روایت میکنند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الراحمون يرحمهم الله الرحمن، يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رحم کنندگان را رحمشون میکند رحمان، یعنی الله رحم کننده ها را رحم میکند. ای مردم ارحموا من في الارض، هر چیزی که در زمین است رحم کنید، رحم کنید. يرحمكم من في السماء، الله شما را رحم میکند. یرحمکم رحم میکند شما را همون ذاتی که در کجا است؟ فی السماء، در آسمان است. این حدیث صحیح است. یعنی الله در کجا است؟ در آسمان است. خانه الله در قلب شما است، الله در همه جا است. این سخنهای کفری است. امام بخاری از انس روایت میکنند که همانا زینب بنت جحش زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین دیگر زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم فخر میکردند و میگفتند که زوجکن اهلیکن و زوجنی الله من فوق 7 سماوات. ای زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، شما را اهلهایتان به رسول الله دادند و شما را زوجه رسول الله کردند، اما مرا، یعنی زینب بنت جحش خودشون را میگند، اما مرا الله از بالای 7 آسمان ها، از بالای فوق 7 سماوات، از بالای 7 طبقه آسمان ها به رسول الله نکاح کرده داد. این معروف است که زینب بنت جحش زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را الله سبحانه و تعالی یعنی گویا حلال کرده. در قرآن آمده که این زنی تو است، حلال کرده و به نکاح گرفتن، چرا که الله خودش این زینب بنت جحش را زن رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است. و زینب بنت جحش زن رسول الله گفته ایستادند که الله از بالای 7 آسمان ها، یعنی از بالای عرش، مرا زن رسول الله خبر داد. و قصه خوله معروف است، زن اوس. خوله زن اوس وقتی که به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آیند، از اوس شکایت میکنند، از اویس بگیم شکایت میکنند، آیت نازل میشد که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله شکایت این زنی صحابیه را شنید و آیت را نازل کرد و بین خوله و شوهرشان رضی الله عنهم حکم را قرار داد. و بعد از این که عمر ابن الخطاب امیر شدند، روز عمر رضی الله عنه در کوچه می رفتند و خوله را دیدند و خوله رضی الله عنها به عمر بینهایت نصیحت های زیاد کردند و عمر را بسیار نگه داشتند و عمر هم خاموش گوش میکردند. بعد از اینکه خوله رفتن، صحابه ها به عمر رضی الله عنهم گفتند که اینقدر راست ایستاده در نزد این زن که در حالتی که خوله کمپیر شده بودند، پیرانسال شده بودند. عمر گفتند والله این زنی است که
شکایت این زن را الله از بالای 7 آسمان ها شنیده بود. ببینید عمر گفته ایستادند که الله از بالای 7 آسمان ها، از بالای عرش شنید، یعنی الله در بالا است و من هم چقدر یک صحبت کند گوش میکنم. حجت همین جاست که الله را عمر رضی الله عنه گفتند که در بالای آسمان هاست. و در صحیحین از حدیث ابی هریره رضی الله عنه اومده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ملک الموت به نزد موسی علیه السلام آمدند و موسی ملک الموت را زدند و چشم ملک الموت یعنی کنده شد و همین ملک الموت بعد از این که موسی ملک الموت را زدند و چشمشون کنده شد، چشم ملک الموت، این ملک الموت گشته به کجا رفت؟ فعرج الى ربه عز وجل، بالا شد. عروج را ما چی گفتیم؟ صعود. معنای عرج یعنی سعت، بالا به گشته برآمد، به نزدیکی به نزد الله رفت و به الله گفت که یا ربی بعثتنی الى موسی فلطمنی. حدیث در اینجا در این حدیث صحیحین اومده است که ملک الموت گشته به آسمان برآمد. این هم دلیل است. و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم که در سنن نسائی از سعد بن ابی وقاص اومده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سعد بن معاذ گفتند که لقد حکمت فیهم بحکم الملک من فوق 7 سماوات، همانا که به درستی که حکم کردم به آنها به حکم ملکی که یعنی الله که از بالای 7 آسمان هاست. یعنی به همان حکم کردم که از بالای 7 آسمان ها است. یعنی الله در بالای 7 آسمان ها است، الله در بالای عرش است و به حکم همون الله حکم کردم. و این چنین حدیث ها زیاد است. یا قصه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر خانه الله در دل باشد، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه اول به بیت المقدس و از اونجا از فلسطین از شام بعد به آسمان یکم، به آسمان دوم، به آسمان سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و بعد از این به سدرة المنتهی به نزد الله رفتند که الله در بالای بالا بود. یا شما اعراج یا شما این اسراء و معراجی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده اند انکار میکنید. سوره هست، سوره اسراء، آیات ها واضح هست. حدیث بخاری و مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم همه این روایت ها را که از پیامبر صلی الله علیه و سلم است واضح نقل کردند. پیامبر به آسمان برآمده اند. اگر الله در همه جا باشد چرا پیامبر در مکه نایستادند؟ پس این بار دیگر گمراه بودن این کسانی را میگد که الله را لامکان میگویند. پس این بود دلیل ها از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بیایید به اجماع نظر کنیم. سخن رد بین زیاد شده است لیکن بیایید به اجماع نظر کنیم. امام اوزاعی وفات کننده 157 هجری یعنی قرن دوم میگویند که کنا و التابعون متوافرون نقول ان الله عز وجل فوق عرشه و نؤمن بما وردت في السنه من صفاته. یعنی میگویند که همه تابعین میگفتیم که الله عز وجل در بالای عرشش است و ایمان میبیاریم به همه آن چیزی که در سنت آمده است از صفاتش. نظر بکنید به کتاب‌های مختصر العلو الذهبی صفحه 137 و اسماء و صفات بیهقی و فتح الباری مجله 13 صفحه 417. این اجماع یکم است که از امام اوزاعی نقل شده است که الله در بالای عرش بالای بالا است. اجماع دوم از علمای سلف این امت عصر دوم و سوم ابن قتیبه بن سعید، امام قتیبه بن سعید 150 تولد شده و 240 هجری وفات کرده، میگن که هذا قول ائمه فی الاسلام والسنه والجماعه نعرف ربنا فی السماء السابعه على عرش. این قول تمام امام های اسلام است و اهل اسلام و اهل سنت و الجماعت است که میگفتند که رب ما در آسمان است، در آسمان هفتم در بالای عرش است. چخیلی که الله میگه الرحمن علی العرش استوى. و امام ذهبی میگویند که فهذا قتیبه في امامته وصدقه قد نقل الاجماع على المساله. قد نقل الاجماع على المساله. این قتیبه است در امامتش و صدقش هیچ شکی نیست که آشکار را بیان میکند. یعنی قتیبه امام است، هیچ شکی نیست به امام بودنش که اجماع را در مسئله این که الله در بالای عرشش ذکر میکند. من قتیبه
امام مالک، لیث، حماد بن زید و دیگر از کبار علمای سلف این امت را دیده و اجماع را نقل میکرد. نظر بکنید به کتاب مختصر العلو صفحه 187 و در التعارض بین العقل و النقل شیخ الاسلام تیمیه مجله 6 صفحه 260 و بیان تلبیس الجهمیه مجله 2 صفحه 37. این اجماع دوم بود که بیان میکند که الله در بالای عرش است و اجماع در باب این که الله رب العزة والجلال در بالای عرش استوا است، یعنی علا و ارتفع و صعد هست، از همه چیز بالا است. 11 اجماع فقط از قرن اول، دوم و سوم ذکر کردند علما. ما به شما دو تاش رو گفتیم لیکن وقت بین زیاد رفته است. مثلا اجماع سوم از محدث زکریا ساجی وفات کننده 307 هجری آمده است که میگویند تمام علمای اهل سنت و جماعت و تمام دوستهایمان میگفتند که الله سبحانه ان الله تعالی على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء. الله در بالای عرش است، در آسمانهایش در بالای عرشش است و بندهش خیلی که خواهد نزدیک می شود. امام ذهبی میگن که ساجی این شیخ بصره بود، حافظی بصره بود و از همین ساجی ابوالحسن الاشعری علم حدیث گرفته است. در کتاب مختصر العلو صفحه 223 اجماع الجيوش الاسلامیه لابن القیم صفحه 245 ذکر شده است. اجماع چهارم را امام ابن بطة العبکری شیخ الحنابلة ذکر میکنند و تولد شده 304 هجری وفات کننده 387 هجری در کتاب الابانه از شریعت الفرقه والناجیه عن شریعت الفرقه والناجیه ذکر میکنند. باب الايمان بان الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. باب ایمان به این که الله در بالای عرشش است، جدا از خلقش است، یعنی از همه خلقش بالا است و علمش در برگیرنده تمام خلقش است. و در دوامش میگن اجمع المسلمون من الصحابه والتابعين وجميع اهل العلم من المؤمنين ان الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه ولا يأبى ذلك ولا ينكر إلا من انتحل مذهب الحلولية وهم قوم زاغت قلوبهم واستوتهم الشياطين فمرقوا من الدين وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان. انتهى. یعنی میگویند که تمام مسلمان ها اجماع کردند مسلمان ها از صحابگان و تابعین و همه اهل علم از مؤمنان به این که همانا الله تبارک و تعالی در بالای عرشش است، فوق سما و در بالای آسمان هاش است، بائن من خلقه از خلقش یعنی جدا هست و در بالای بالا هست و اما علمش در برگیرنده همه خلقش هست و همین را انکار نمی کند مگرم کسی که به مذهب حلولی رفته باشد و مذهب حلولی این قومی هست که قلبهایشان از حق دور شده و شیطان اینها را گمراه کرده و از دین بیرون شدند و این حلولی ها و جهمی ها گفتند که همانا که الله بذاتش لا یخلو منه مکان، یعنی از او مکان خالی نیست. به همین معنایی که امروز میگویند که یعنی الله لا مکان است و الله در همه جا است، یعنی الله را باز به مکان نسبت میدهند. و این سخنی ابن بارک الله فیکم بطة العبکری در کتاب ابانه مجله 3 صفحه 136 بود. و ابن بطه این از کبار امام هاست که امام ذهبی در مختصر العلو ذکر کردند. این بود اجماع. و اجماع دیگر ابو عمرو اندلوسی ذکر میکنند. علمای عصر 4 میگن که اجمع المسلمون من اهل السنه على معنى قوله و هو معكم اينما كنتم، یعنی تمام مسلمان ها اجماع کردند از اهل سنت که الله یعنی با همراهی بنده بودنش این به علمش و به قدرتش است، انه علمه، اما بذاتش فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، بذاتش در بالای عرش است، مستوا بر بالای عرش است، یعنی بالای بالا است. نظر بکنید به کتاب در التعارض مجله 6 صفحه 250 و بیان تلبیس الجهمیه مجله 2 صفحه 38 مختصر العلو و غیره. و شیخ الاسلام ابو عثمان الصابونی، امام ابو نصر السجزی
حافظ ابو نعیم صاحب الحلیه، ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 و امام ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری، امام ابن عبدالبر 463 هجری وفات کردند، امام ابن خزیمه صاحب الصحیح وفات کننده 311. این همه علما اجماع را نقل کردند. 11 اجماع وجود دارد و انمین مذهب ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل است که الله در بالای عرشش است و هر کسی که در بالا بودن الله را انکار بکند، در بالای عرش بودن الله را انکار بکند، بسیاری از علمای اهل سنت و الجماعت حتی تکفیرش کردند، بمانند ابن خزیمه و غیر از علما. این مسئله شوخی نیست. انکار کردن در بالا بودن الله، این انکار کردن صدها آیت قرآن است. مثلا یک انسان بیاید و بگوید که من نماز را انکار میکنم، میگویم کافر شده است. برای چی؟ برای اینکه یک چند آیت قرآن را که الله نماز را فرض کرده است انکار کرده است. روزه را انکار کند کافر است، حج را انکار کند کافر است، برای اینکه یک دو آیتی که در قرآن آمده است انکار کرده است. آیت قرآن را کسی که انکار میکند کافر است. و این چنین علما میگن کسی که در بالای عرش بودن الله را انکار بکند یا که در بالا بودن فوقیت ذات الله را، به ذاتش در بالا بودن الله را انکار بکند، او آیت های زیاد از قرآن را انکار کرده. انکار کننده ذات، علو ذات الله از انکار کردن نماز و روزه و زکات و حج دیده سخت‌تر است، زیرا که آیت ها زیادتر آمده است برای اثبات علو ذات الله. از همین جهت در این مسئله کفت و کو بکنید، تحقیق بکنید. قرآن سنت با منهج علمای امت، علمای